خوجند شهر زیبا و دلارا در کنار دریای سیر از شهرهای قدیمترین در آسیای میانه می باشد که همچون مرکزی تجارتی مشهور و از اینجا راهی بزرگی کاروانگذاری ابریشمی می گذشت که آسیا و اروپا را پیوست می کرد. تاریخ شناسان قدیم خوجند را تیراز جهان یا عروس دهر نامیدند. از مردمی با فرهنگشان یادآور شدند. خوجند همچون مرکزی ماموری ولایت سوخت منطقه رشد کرده سیاحی، صنعتی و تجارتی و خدمت رسانی ها در همه سمت و ساحه ها می باشد. شهر خوجند به خصوص در دوران صاحب استقلالی با دستور و هدایت های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به یک منطقه رشد کرده جمهوری تبدیل یافته در زمینه برنامه و هدف های سازنده نشان دهنده ها را در همه سمت و ساحه ها تامین می نماید. برای استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر خوجند بنیاد و نوسازی و مجهزگردانی 590 انشاءات سمت و ساحه‌های گوناگون به نقشه گرفته ساخته به استفاده دادن بناهای معموری، انشاءات استحصالی، کار و خدمت رسانی، بناهای ساحه اجتماعی، فرهنگی و فراغتی زمینه بر رشد و ترقی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شهر خوجند می باشد. همین پیشروی‌ها، دستاوردهایی که در سایه فرهنگ، تندرستی، معارف جوانان در تمام ساختمان در کدام سمت دستاوردی که ما امروز مشاهده میکنیم و میبینیم همش از توجه خاصه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. محض خدمت‌های سرور مملکت بود که در طول 31 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان همین قدر پیشروی و کامیابی‌ها و دولت ما صاحب گردید. همه منتداری از رهبر مملکت میکنند که چنین دولت صاحب استقلال دارند و استقلالیت و صلح و وحدت و آسایشتگی پایدار است و همیشه احترام به استقلالیت کشور میکنند که امروز آزاد سیر و گشت میکنند، استراحت میکنند و در هر کاری که نباشد کوشش میکنند که با آسانی از کارها گذشته و سهم خود را برای آبادی وطن رسانند. در دوام 7 ماه سال جاری یک قطار انشاءات نقشه‌ای ساخته مورد بهره برداری قرار گرفتند. در سمت نوسازی کوچه و محله و خیابان‌ها عملی نمودنی طرح و لایحه نوی ساختمان و آبادانی نقشه‌ها اجرا گردیدند. کارهای ساختمانی، مجهزگردانی، نوسازی، تطبیق لایحه‌ها در سمت و ساحه‌های مختلف شهر خوجند ادامه و وسعت بخشیده می‌شود. با مبلغ گذاری دولتی و صاحبکاران ساختمانی 57 بناهای استقامتی جریان داشته در این سمت تامین و رعایت حتمی قاعده و معیارهای شهرسازی، معماری ملی و زمانوی با تکنولوژی‌های معاصر و مصالح با صفت ساختمانی افضلیت داده شده است. در دایره بنیادکاری ها حجم فاندهای اساسی به استفاده داده شده از همه سرچشمه ها 139.5 میلیون سامانی را تشکیل داد که آن نسبت به همین دوره سال گذشته 203.9% را تشکیل می دهد. نقشه ها و اجرای کارهای منفرش و نوسازی راه ها در موسم سال جاری حجمی از سالهای قبلی بیشتر را در بر می گیرد، زیرا در رشد و ترقی و آبادی شهر خوجند در اساس برنامه های دولتی، لایحه های سرمایه گذاری و نقشه چاره‌بینی ها در برابر بنیاد و فعالیت کارخانه های صنعتی، مرکز های کار و خدمت رسانی، مؤسسه های اجتماعی و فرهنگی، ساختمان بناهای بلند آشیانه استقامتی، منفرش و آبادی راه ها نقش اساسی دارد. در موسم سال جاری در بیش از 20 موضع‌های شهر خوجند راه خیابان و کوچه‌های مرکزی و راه‌های داخل محله و کوچه‌ها منفرش و تعمیری اساسی و آباد گردیدند. تدبیرهای آبادی و نوسازی راه‌های شهر خوجند طبق نقشه منفرش اساسی 30 کیلومتر و تعمیر جاری 11 کیلومتر عملی کرده می‌شوند و کارهای نوسازی راه‌ها در حجمی از نقشه زیاد وسعت پیدا نمودند. نوسازی به صفت و طلبات معیاری مطابق نمودن راه‌ها از راه اتومبیلگردی کوچه 15 سالگی استقلالیت آغاز یافته دوام 3 ماه با فرمایش اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت روانه نمودن مبلغ‌ها از بودجه محلی و خصوصاً با سهم شرکت و کارخانه‌ها، صاحبکاران و اهالی و اشخاص سخاوت پیشه وسعتی تازه گرفتند. در آبادی محله ساکنان محله از جمله صاحبکاران محله بسیار سرمایه‌گذاری سازند. من حاضر کاری مهم شدگی خیابان رحمان نبیев زیاد از 2.5 کیلومتر را منفرش کرده شد. ما اقدام گرفتیم که چایخانه محله، چایخانه سرسنگ محله از نو به طور زمانوی از نو سازی کرده شود و این اقدام ما را مقامات اجرایی شهر خوجند دستگیری نمودند. اقدام ساکنان محله از منفرش‌های راه‌ها تا ساختمان چایخانه‌ها، تالار ورزشی
رفت ایستاده است. در اساس نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند راهی کوچه اساسی در محله بافنده صحن حدود بیمارخانه کلینیکوی شهری رقم 1 راه و صحن بیناهای بلند آشیانه در کمیته محله تیمورملک قسم راهی خیابانی به نام اسماعیل سامانی منفرشی اساسی گردیده فرش راهی اتومبیلگردی بالای پل ماشینگذاری جشنی با تعمیر کلی اساسی راه و دیوارهای حمایوی از نو منفرش کرده شدند. این همه تدبیرهای نوسازی راه‌ها در برابر بهتر کردن انفراساختار راهداری اساسی آبادی موضع و محله‌ها خیابان و کوچه‌های شهر خوجند میباشد. در سالهای آخر در گذر کمیته‌های محله‌های شهر خوجند ساختمان چایخانه‌ها با استفاده از عنعنه و عنصرهای ملی چوبکاری و کنده‌کاری و گچکاری عنعنه گردیده. با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مقامات محلی شهر خوجند و با دستگیری و حصه‌گذاری اهالی و ساکنان تا این مرحله در کوچه و محله‌ها چایخانه‌ها بنیاد و چایخانه‌های موجوده از نو احیا و تعمیر و نوسازی گردیدند. الحال در محله‌های قشحوز، سری بلندی، رحمت قربان، میوه‌گل، شرق، تیمورملک چایخانه‌های نو و مکان استراحت و فراغت ساکنان، پند و نصیحت و تربیت نسل نورس و جوان در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی، علم و دانش اندوزی، مهنت دوستی و احترام آوردن نسبت به نسل کلانسال، هدایت و راهنمایی جوانان و نورسان برای آماده بودن بهر حفظ و حمایت خاک مقدس تاجیکستان تبدیل یافته است. بنیاد چنین چایخانه ها در همه کمیته های محله ها و بین محله ها منبع نیز وسعت داده می شود. از تاریخ گذشته خلق تاجیک اگر نظر اندازیم چایخانه اصلا در شهرهای کلانترین آسیای میانه در آخرهای عصر 18 پیدا شده است، تشکیل کرده شده است، فعالیت می‌بردند. این مقدار چایخانه ها خیلی زیاد گردیدند. مضمون اساسی چایخانه این نوشیدن چای نیست. مضمون اساسی چایخانه این همین که در چایخانه این شناسایی، در چایخانه این صحبت کردن، در چایخانه درباره این بحث و مناظره کردن و غیره دیده میشه. با بنیاد انشاءات نو اقتدار صنعتی شهر خوجند تحکیم بخشیده می شود. در دایره تأسیسی بیش از 100 کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی نقشه‌های صاحبکاران وطنی عملی می شوند. در سال اولی سالهای رشد صنعت 10 کارخانه و کارگاه‌های نو به استفاده داده شده. با بنیاد انشاءات کارخانه‌های استحصال محصولات پلیگرافی و مواد کنسیلری، استحصال خلطه‌های پلی پروپیلینی کلان حجم، کمبینت اگراری، کارخانه کارکرد سنگ و غیر استحصال نامگوی نوی محصولات ساحه به راه مانده می شود. کارخانه های صنعتی شهر خوجند در دوره نیم ساله اول سال 2022 به مبلغ 647.3 میلیون سامانی محصولات صنعتی استحصال نمودند. بهره نائل شدن به هدف صنعتی کنانی با صورت تدبیرهای مشخص عملی گردیده بهره تقویت اقتدار این ساحه چاره‌ها عملی می شوند. تعداد کارخانه های استحصالی خرد و میانه شهر خوجند امروز به 177 عدد رسیده است. حجم استحصال محصولات صنعتی در این مرحله نسبت به همین دوره سال گذشته 74.1 میلیون سامانی زیاد تامین گردیده است. در شهر خوجند 125 نمود محصولات صنعتی استحصال می شود که از آنها استحصال 59 نمود نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 100% تامین گردیده است. در این دوره به سمت بنیاد کارخانه های استحصال محصولات خوراکباری وسعت بخشیده. 3 کارخانه های نو با اقتدار استحصالی زیاده از 2.3 تن محصولات خوراک در یک ماه تأسیس یافتند.
در شهر خوجند در برابر استحصال محصولات خوراکه، بیناکاری، ماشینسازی، ساحه صنعت سبک از استحصالات رشد کرده به حساب می رود. ساحه صنعت سبک را کارخانه های قبول و کارکرد نخی پخته، ریسندگی و بافندگی، دوزندگی و رنگ و باردهی، تمغزنی و بندوبست تشکیل می دهد. کارخانه های ساحه جمعیت های دارای محصولات محدودی جوانی و سطح در تطبیق سیکل پوره استحصالی از کارکرد نخی پخته تا استحصال محصولات تیار دوزندگی که 90% محصولاتشان صادراتی است سهم ارزنده دارند. محصولات دوزندگی شیمو، نیم شیمه ها و کرته های مردانه و بچگانه با دیزاین و آرایشی خاصه بازگو به طلبات بازار جهانی است و محصولات تیار به بازارهای ایتالیا و اروپا صادرات کرده می شود. کارخانه و جمعیت های دیگر چون آرتکس، سنا در شهر خوجند در رشد صنعت سبک سهم شایسته دارند. سال گذشته تخمینا 40-45% محصولات استحصال شده ایواز کرده شد. نمودهای نوی محصولات، نمودهای نوی متو و هم نمودهای نوی کارکرد محصولات تیار برای انداخته شد. این استفاده بردن رشته های صنعی و همچنین استفاده بردن رنگ ها و دیگر محصولات کیمیایی که برای بلند برداشتن صفت محصولات دوزندگی موقعی اساسی دارد. ما صنعتیان کوشش می‌نماییم که برای ترقیات منبعده ساحه صنعت سبک از تمام امکانیت‌های جای داشته، یعنی قوای استحصال کننده، قوای کاری، اشیاء محلی و همچنین متخصصان استفاده نموده ترقیات با صورت ساحه صنعت سبک را تامین نماییم. صاحبکاران با استفاده از دستگیری های دولتی صاحبکاری استحصالی با تأسیس کارگاه های نو از جمله کارگاه های آماده نمودن انواع محصولات قنادی و شیرینی ها با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته مثلا کشور ترکیه در تامین بازار استعمال نقشی باسزا می‌گذارند. صاحبکاران جمعیت دارای محصولات محدود امید در این سمت نمونه‌اند. کارگاه و جمعیت های صنعتی شهر خوجند محصولات رقابت پذیری واردات عوض کننده و به صادرات روانه شونده استحصال می نمایند. با بنیاد مرکزهای تجارتی، فرهنگی و فراغتی، مجمع های تاریخی و فرهنگی، انفراساختاری سیاحی رشد می یابد. زیرا به شهر خوجند تشریف و توجه مهمانان و سیاحان خارجی می افزاید. طبق نقشه گنرالی شهر خوجند وسیع می گردد. حالا بنیاد و اجرای کارهای لایحه‌ای بیش از 100 خانه‌های بلند آشیانه استقامتی از 5 تا 16 آشیانه ادامه دارد. تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری در ساحه‌های اقتصادی، اجتماعی و انفراساختار بر رشد شهر خوجند نگرانیده شدند.